تا حالا با خودت فکر کردی اینجا کجاست؟ اینجا فقط یه جنگل نیست. اینجا سرزمینیه که وقتی هنوز انسان نبود نفس میکشید. 50 میلیون ساله که زنده است. اینجا هیرکانیه. جنگل هایی که تاریخ رو دیدن، از قبل از شاهنشاهی ها، قبل از مادها، قبل از هخامنشی ها. اینا نگهبان های شمال ایران بودن. پشت این درخت ها 1000 ساله که یک جمله تکرار میشه. ایران از اینجا شروع میشه. اما امروز قصه تلختر از همیشه است. حالا اگه مهاجم از بیرون نیاد و جنگی هم نباشه، خطر از خودمونه. هر ساله یه تیکش آتیش میگیره، یه تیکش فروخته میشه و یه تیکش لخت میشه و نفسش میبره. جنگلی که میلیون ها سال طوفان، یخبندان و حمله اقوام و امپراتوری ها رو دوام آورد، حالا جلوی چشم ما با یه بی‌تفاوتی ساده داره میمیره. داریم آخرین صفحه های یه تاریخ زنده رو میسوزونیم. اینا فقط درخت نیستن. اینا حافظه یه سرزمینه. میدونی دردناکترین قسمتش چیه؟ آخرین نسلی که هنوز فرصت داره نجاتش بده ما هستیم. پس قبل از این که دیر بشه یه بار دیگه به این جنگل نگاه کن. به این موجود میلیون ساله که هنوز نفس میکشه و انگار آروم توی گوشمون میگه من از شما محافظت کردم و حالا نوبت شماست.